یکی از قشنگترین و شیرینترین ایدیایی که من شخصا امسال گرفتم کلیپی بود از یک همکار جدید و بسیار جوونم، یعنی خیلی جوون، همکار خردسالی که سنش کمتر از نصف سابقه پخش برنامه پیک شادی هست. این همکارم در تلاش برای تحقق آرزوی همیشگی دست‌اندرکاران پیک شادی به ما پیوسته، یعنی همون آرزوی آوردن خنده به لب‌ها و شادی به دل‌های شما هموطنان عزیز. اسمش هم میلاده. من میکروفون و دوربین رو میسپارم به میلاد. سلام، به برنامه پیک شادی خوش آمدید. میخواهم به مناسبت عید نوروز شادی رو به دلها و لبخند را به لبهای شما بیاورم. یک جوک میخوام بگم. یک روز احمدی نژاد میخواد جست بگیره و اعضای کشورهای رئیس جمهورهای دیگر رو در بیاره. برای سیلزده های پاکستان کاپشنش رو فرستادن. بعد از یک هفته پاکستانی ها کاپشنش رو پس فرستادن با یک قوطی تایل.